بگیری که ختم میکنم. من مجبور هستم او برام دستور میده، من از زبان خود بیان کرده رایستم. عجیب نیست؟ قرآن بر ما میگه نکنه. قاعده از اینجا برآمد هر کلمه که دو معنا داشته باشه، چند؟ یک معنای صحیح و یک معنای غلط، او کلمه استعمالش حرام است. چرا؟ به خاطری که در ضمن معنای صحیح معنای چی موجود است؟ غلط موجود است. یک قانون کلی شد. قانون کلی که شد، حالی دیگه کلمات استعمال نمیکنی. تو میخیزی درود میکشی، درودی که پیغمبر علیه السلام در زبان خود گفته. بزرگترین درود کدام درود است؟ اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. این درودی که از زبان مبارک کی برآمده؟ محمد رسول الله صلی الله علیه. آنقدر بزرگ درود است که در نماز باید امیره بخونی. در بزرگترین عبادتت باید کدام درود بخونی؟ اللهم صل را. لیکن ملاگک و کسی که دی حقیقت دین نمیفهمه، مردم در شرک مبتلا میکنه، و درودی تاج برد میکشه. درودی چی؟ برد میگه دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. پیغمبر دفع کننده بلاست، وبا است، قحط است، مریضی است، درداست. این دو مطلب داره. با یک طریق معنا درست است. پیغمبر ذریعه از بین بردن این گپا شد، واسطه شد یا نشد که اسلام آمد، این گپا از بین رفت. همونطور است یا نه؟ اما حقیقتا دفع کننده پیغمبر است. پس یک معنای صحیح داره، یک معنای چی داره؟ غلط داره. به خاطر از اینکه امی معنای صحیح معنای غلط داره که استعمال امی لفظ نارواست. عبد الحسین و عبد النبی یا عبد الرسول دو معنا داره، یکی صحیح یکی غلط. عبد به معنای غلام. یک آدم غلام یک کسی شده میتونه یا نمیتونه؟ در زمان سابق کنیز غلام بود یا نبود؟ غلام خدمتگار هم میگه. یک آدم خدمتگار پیغمبر، غلام پیغمبر باشه، افتخار است. این چی است بگه؟ لیکن عبد یک معنای بنده را داره. چی را داره؟ او بنده برای الله میشه و برای مخلوق. از همون خاطر این نام گذاشتن حرام است. این نام شرک است. این نام چی است؟ شرک است. کسی که تو نام داشته باشه زودترین فرصت دور بدشه، وگرنه در هر مرتبه که به مردم برش آواز میده گناهگار است. چرا؟ به خاطر که معنای چی را داره؟ از خود معنای غلط داره. این الفاظ قطعا الفاظی که موهم شرک است استعمال شده بگوی نمیتونه، قطعا استعمال نکنی. ما میگیم از جای دور آواز دادن یا محمد. یا محمد خو غیر از او هم نادرست است. چرا؟ پدری خود آدم نمیشه نمیگیره. از او خاطر صحابه به پیغمبر یا محمد صدا نکرده. اگر کسی صدا کرده یا منافق است بگوی یا جبرئیل امین صدا کرده که او مکلف نیست به این گپا، یا الله صدا کرده، یا اعرابی که آدم دیهاتی که معلومات نداشت، یا منافق صدا کرده، یا یهودی. خب لیکن صحابه چی میگفتن؟ یا بگوی رسول الله، یا حبیب الله، یا خلیل الله. این در وقتی که پیغمبر حاضر در مجلس بود. حالی که در دور صدا میکنی یا که صدا میکنی چی معنا داره؟ که او آواز مرا میشنوه. کسی که عقیده را بغیر از الله با کسی دیگری داشته باشه که آواز مرا بلا اسباب میشنوه، این شرک میکنه یا توحید میکنه؟ شرک میکنه. لیکن بیایی که ملا سریازی مناظره داره قطمو میگه بعد ما میگیم این گفتن نادرست است او تو میگی نه درست است. قرآن برات میگه اینطور الفاظ استعمال کردن نادرست است. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، ایمان تقاضا میکنه که لا تقولوا راعنا، نگوی شما کلمه راعنا را اگرچه شما به مطلب و نیت صحیح میگه. نیت صحابه کرام خو غلط نبود درست بود. و قولوا، بگوی از دی خاطر که یهودی کلمه را نعوذ بالله سوی استفاده میکنه، بگوی که انظرنا، بر ما نظر بکو. در اصطلاح ما ای پیغمبر توجه به ما بکو، یک سخن تکرار بگو، یا ایسته که آرام بگو که ما مطلب خوب بفهمیم، یا ایسته که سخنای تا زمان شروع کو که ما حاضر شویم در مجلس، پیش از که حاضر نشده باشیم تو شروع نکو، به خاطر که مطلب و مقصد از ما فوت میشه. واسمعوا، ای جنظرنام نگوی، خلاص قرا گوش بمانه، گوش که پیغمبر چی بیان میکنه. واسمعوا، گوش بمانه، بشنوه. واسمعوا، قبول کنه، بدل و جان سخنای پیغمبر قبول کنه. معنی است که آماده شنیدن خدا بکنه، خدا آماده کنه که پیغمبر چی میگه.
قرآن چی درسی بر ما میده؟ یقینا مجلس پیغمبر و سخنای پیغمبر خود در بود یا نبود؟ ادب نشان میده الله به صحابه که در مجلس پیغمبر آمده خودتان گپ گداز هایوهوی بی جای وقت ضایع نکنه، گوش ببانی که پیغمبر چی میگه. اگر ما با علمای خود با مردمای فامیده خود وقتش ضایع نکنیم، بعضی اوقات شما باور به الله بکنه بعضی پیدا میشه میایه ازیکو او برادر من نبرش گفته میتونی که مخو وقتم ضایع میشه، اینمی وقتی خوابم است یا من اینطور وقتی درسم است آمده میباشه قصه برش خوشش میاد گوی ازوکو چیزایی را میگه که آدم ایران میمانه. نه، الله بر ما ادب نشان میده. هر کس موقفش مقامش در نظر بگی. یک آدم به گپ زدن وقت نداره، ضرورت داره. تو میری قطع ماموری دفتر میگی که امو زمین خداینی کاریده بودم بازین تر شد، چی شد، چی برش میگه، چی آفت سرش آمد این تر شد. و برادر مامور است بگذار کی کاری مردم بکنه. معلم است درس میده تو آمده برش قصه را شروع کرده. نه، هر کس مقام و منزلتش بشناس، وقتش بشناس. یکی از جمله ایرا گله دارم، بعضی دوستا در این طور موقع بر ما زنگ میزنه که 11 بجه می باشه. من واقعا تلفن‌های خود اکثر اوقات حالی نو کم خاموش میکنم. چرا که بسیار چی آمد سرم، بوج آمد سرم دیگه. عمیق فکر نمیکنه که این وقتی خواب است یا وقتی سوال کردن. تو بگو اگر من زنگ بزنم امیر از خواب بیدار کنم، چرا؟ هر چیز باید ما آدم وقتی و موقعش بشناسه. یه ادب است. خصوصا در مجلس پیغمبر علیه السلام الله میگه که صحابه شما گپ نکنی، گوش بگیره، آمادگی به شنیدن کنه که چی پیغمبر میخواه، چی میگه. وللکافرین عذاب علیم، برای کسانی که انکار میکنه از حقایق عذابی دردناک است. این یهود کافر است و به این کافر اینمی عذابی دردناک است. ما یود الذین کفروا، دیگه خباثت از یاره بیان میکنه. دنیای کفر نمیخواه مسلمان ها حکومتی به امن داشته باشه. اگر هر نظام بیایه و قانون اسلام پیاده بسازه وطن آرام میشه یا نمیشه؟ دزدی گم میشه یا پیدا میشه؟ گم میشه یا نمیشه؟ مکمل گم میشه، امن برقرار میشه. خود دنیای کفر میخواه امی امنه؟ نمیخواه. یا دشمن هستن، نمیخواه که مسلمان ها با هم جور شوه، امنیت بیایه. ما یود الذین، دوست نداره و کسانی که کفر و کافر هستن، یعنی دشمنی سخت همراه شما داره. من اهل الکتاب، از اهل کتاب، کسایی که دعوا داره که خود یهود و نصارا معرفی میکنه. ولا المشرکین، و نه مشرکا دوست داره. چی را دوست ندارن؟ ایونزل علیکم، که بیا بالای شما من خیر، از خیر، من ربکم، از جانب پروردگاریتان. کدام کتاب که میاد یکی سرمایه سعادت نیکبختی دنیا و آخرتتان میشه، و کتابی که طرز زندگی درسته براتان بیان میکنه. یا خوش نداره که سر شما نازل شود؟ نزولش خوش نداره، تفسیر و ترجمهش خوش داره؟ قطعا خوش نداره. گپی من نیست برادرها، این گپی کتاب الله هست. این کلامی کیست؟ الله میگه که یهود و نصارا خوش نداره امن شما را. الله میگه که یهود و نصارا دشمن، مشرکین دشمن شماست. امروز چطور برادرها برش میگیم؟ خیرخواه برش میگیم یا نه؟ لشکر صلح و امن برش میگیم؟ قرآن خو میگه که یا دشمن است، دوستای خارجی. خو لیکن یا خو بسیار تلاش دارن که مانع شون. هر خیری که سر ما میایه، خیر یک کلمه خیلی وسیع است. اگر اقتصاد ما صحیح میشه، اگر اولاد ما تحصیل یافته میشه، اگر نظم و نظام در وطن میاد، اگر فضای صمیمیت پیدا میشه، اگر عمل به احکام الله میشه، کلی از یا چیست و یا میخواه نمیخواه. خیر ما چی کنیم؟ الله میگه شما پابند نظامی مشوه، باز غم نکنه. نگویی که وا پیشرفته است، بم اتم داره و 52 داره و این طوری گپا داره. اینمی کلی وسایل و نیروهای قوتی زندگی قطع از یاست. غمش نکنه. چرا؟ الله رحمت خود براتون روان میکنه. والله یختص برحمتی، الله خاص میسازه به رحمت خود که اسلام و نبوت است. من یشاء، به کسی که الله بخواه. و الله کسی را میخواه که پابند نظامی کی باشه؟ الله باشه. والله ذو الفضل العظیم، الله صاحب احسان بزرگ است. سیسته که در دست تو مسلمان چیزی وجود نداره، لیکن وقتی تو اتفاق اتحاد بکنی،
به نظام الله عمل بکنی انشالله امی دشمنا کارگری تو جور شوه، بیا به تو چی بکنه؟ عاجزی بکنه، بری تو ذلیل امی طور خدمتی تا بکنه. شرط است که تو واقعا به الله تسلیم شوی. ما ننسخ من آیتنا و ننسیها، ما نسخه نمی کنیم، بالا نمی کنیم، از بین نمی بریم. من آیت یک آیت، لفظ آیت یا حکم آیت یا اردویش، او ننسیها یا به تاخیر مندازیم. یک مانا یعنی حکمی همی آیت به تاخیر مندازیم، او ننسیها یا فراموش میکنیم از دل تو که بیخی از بین بره. ناتی بخیر آوردن میکنیم بخیر منها، به بهتر از همی آیت، ده ثواب، ده عمل، ده موافقت امرای مصلحتا. یعنی اینطور آیت میارم که با مصلحت خیلی موافق از سابق باشه، ده ثواب از سابق کده خیلی بهتر باشه. او مثل یا به مثل آیت سابق باشه، ده ثواب، ده عمل یا ده موافقت مصلحت. الم تعلم، تو نمیدانی که ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر، بالای تمام چیزا قدرت داره. یهود یک راه نمیمانه که مسلمان آرام بمانه. اگر قدرت پیدا میکنه اعتراض، انتقاد و حمله میکنه، اگر نمیکنه شبهه انداختن، شک انداختن کار دیرینه ای از یاست. یک نفری از یا آرام نمیشینه، یک شک و شبهه را در بین مسلمان ها پیدا کرده رویست. دو زمان هم پیدا میکرد. قبله مسلمان ها که داشت، اولین حکمی که منسوخ شد در اسلام چی بود؟ بگوید تحویل قبله از بیت المقدس به سوی بیت الله بود. این مردم آرام نشستن، اون پشت سر در پاره دوم بر ما میاد. یک آوازه را پخش کردن که برادر این پیغمبر میگه این کتاب الله است، چطور حکم الله باشه که یک روز طرف بیت المقدس نماز بخوان، دیگر روز طرف بیت الله؟ این کتاب خودیش است، برای خود امی کارا را میکنه. یک تعداد مردم که معلومات کافی نداره دیگه، این شبهه در ذهنشان بسیار خطرناک واقع میشه نمیشه. مثل شبهه های که زناکار میگه او خود زنا کرده، برادر چی گناه کرده؟ شبهه ها خیلی مؤثر تمام میشه برای انحراف جامعه و یهود همیشه از این شبهه ها کار گرفته. امروز هم کسی که معلومات کافی در اسلام نداره، فلسفه اونمو جزاهایی که اسلام مقرر کرده در زنا، در دزدی، در قتل، اینمی را فلسفهش نمیدانه، بسیار برشان عظیم و بزرگ تمام میشه. میگه آدم زنا کرده برادر، خواهش نفسانی است، الله در وجودش گذاشته، تقاضایش آمده، پوره کرده، چرا کشته شو؟ لیکن کسی که معلومات داره که زنا کردن نعوذ بالله داغ نهادن در دامن پاک جامعه است، زنا کردن نعوذ بالله اختلاط در نسب میاد، زنا کردن تجاوز در حریم یک شخص است، بیعزتی یک شخص است، زنا کردن نعوذ بالله سبب هلاکت نسل است. چرا؟ او طفل هیچ کس در تاول نمیگیره، از او خاطر امو زن باز میگیره به طریقه دکتر چی میکنه؟ سقط میکنه، در زباله‌دانی مندازشه. این فلسفه ها را این مردکه نمیدانه، امو تبلیغات سوی دشمن سر در ذهنش کار میکنه. میگه دزد بیچاره از گشنگی، چرا؟ گشنه است که دزدی کرده، چرا دستش قطع شوه؟ من میگم صحیح است که گشنه است، لیکن راه دیگه نداره که گشنگی خود رفع بکنه. آخری مرحله، آخری سوال است. از چی است بگه؟ که از مردم سوال بکنه. یعنی 1000 راه دیگه وجود داره که امی گشنگی خود رفع بکنه، به یکی مراجعه بکنه. هیچ وقت در اسلام ترحم و ایگپا قطع است. بر علاوه زکات، هنگامی که ما یک نفر میبینیم که یقینا در بیگاه چیز نداره و تو داری، در او اکثر ما فرض میشه که یک چیز برش بدیم یا نمیشه؟ بالکل فرض میشه. راه ها دیگه وجود داره. قاتل میگه خب بیا زور قتل کرده، حالی چرا این را قتل میکنی؟ جواب برش نمیسته، به خاطر قتل میکنم که دست دیگه گرفتار شوه. اگر این را قتل نکنی باز در هر کس که قارش میاد چی میکنه؟ هر کس که قارش به کسی آمد آیستا کرده چی میکنه؟ میگه مزاحم بزرگ است. چرا قطعی هر روز مقابله بکنم؟ وکیل پارلمان قطع مقابله داره، یک نفر دستور میده میگه چی کن؟ بکشه. اون نفرم میفهمه که کس مرا قصاص نمیکنه، امی دیستی مثل اواره میکشه یا نمیکشه، میدان برای خود صفا میکنه. باز میبینی که در یک روز 100 نفر کشته میشه. تو دوڑی خور کافر این فلسفه ها و حکمت ها را نمیدانی، تو عقل سلیم نداری. خب مسلمان گاهی با این شبهه ها چی میسازه؟ بگوید در شک مندازه. شک اسلام چی طور دین است؟
وقتی که میگه حق زن و مرد، میگه چرا میراث به مرد 2 حصه است، به زن 1 حصه است؟ بیچاره نمیفهمه که 1 حصه زن از مرد کده زیاد است. وقتی که زن میگیره مرد مهر میپردازه یا نمیپردازه؟ نان و نفقه زن و اولاد سر کیسته؟ از زن هم مهرش هم سالم باقی میمانه، میراثش هم باقی میمانه، کلی تکالیفش در دوش کیست؟ شوهرش است. خیرو خو سالم باقی میمانه، اما 1 حصه هم زیاد میشه. خو لیکن این نکته ها را نمیدانه. بسیار باز همین کسایی که در غرب زندگی میکنه بیچاره معلومات اسلامی نداره، پس که همین گپا را میزنه نه، متاثر شده از این تبلیغات زهراگین همین دشمن، از او خاطر اعتراضات میکنه. در این میدان یهود اول نمره است. تلاششان نمیسته که شک و شبهه را در دل مسلمان ها خلق کنه. از امو خاطر وقتی که یک حکم قرآن منسوخ میشد یا انتقاد میکردن که چه رقم، اگر حکم الله باشه همیشه است. البته حکم الله نیست که یک روز یک چیز میگه، یک روز دیگه چیز میگه. این شبهه وارد کردن است. خو لیکن شبهه وقتی وارد میشه که ما بگوییم که الله تبارک و تعالی نعوذ بالله نمیدانست یک حکم برای ما روان کرده بود، خب پسان چی شد؟ غلط ثابت شد، از او خاطر تبدیل کرد. نه، الله فهمیده بود که اینمی دوا تا اینمی روزه تاثیر میگذاره، بعد از این روزی تاثیر. و این دلیل بالای مهارت طبیب است یا نه؟ طبیبی ماهر دوا که برات داد برات میگه تا 1 هفته این دوا را میخوری، او میفهمه که در وجود مریض اینی دردا گم میشه، خو لیکن اگر این دوا را ادامه بده اینی عوارض دیگه پیدا میشه. برش میگی دوا را بس کو، میگه این دوای دیگه را بخو. این دوای چی را؟ این را میگه بیان انتهای حکم. بیان چی؟ الله میدونه که اینمی حکم تا اینمی زمان قابل چی است؟ عمل است. بعد از این اونمو زمان مردم این حکم برشان مناسب نیسته، از او خاطر الله این را تغییر و تبدیل میکنه. نسخه با 3-4 معنا آمده: تبدیل کردن، ازاله زائل کردن، محو کردن، به این معنا آمده. در اصطلاح شریعت از بین رفتن یا زائل شدن یا لفظ کلمات قرآن کریم یا حکم امی آیت یا اردویشه به نام چی یاد میکنه؟ نسخه. البته فرق در بین متقدمین و متأخرین است. متقدمین که در حکم ادناترین تغییر بیاید، عام خاص بسازی یا خاص عام بسازی، مطلق مقید مقیده مطلق بسازی یا یک وصفش تغییر بیاید، دیگه او را به نام چی یاد میکنه؟ نسخه یاد میکنه. از او خاطر به اصطلاح ازوان نسخه خیلی زیاد است. 500 آیت در جمله آیت های چی میشمارن؟ منسوخ. اما به نزد متأخرین نسخه یک مفهوم خاص داره. نسخه او را میگه که یا خود کلمات قرآن قابل تلاوت نشوه، یا حکم امی آیت قابل عمل باقی نمانه، یا اردویش از بین بره. این را به نام چی یاد میکنه؟ از امو خاطر آلی دیگه 20 آیت یا چی میگن؟ منسوخ. لیکن امام سیوطی رحمت الله علیه را ذکر کرده. شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله او میگه که 5 آیت در قرآن کریم منسوخ است. در 20 آیت در 15 آیت دیگه چی کرده؟ طوری معنا را طوری میکنه که آیت منسوخ نمیشه. پسان علمای عصر حاضر ما در 5 آیت هم طوری توجیه میکنه که هیچ نسخه نمیآید. خب این معنا را نداره که نسخه واقع نیست. نسخه چی است؟ بگه واقع است. آلی نسخه 3 قسم داره: لفظ و حکم اردویش منسوخ، لفظ منسوخ حکم منسوخ نه، حکم منسوخ بگه لفظ بگه منسوخ نه. حکم و لفظ که اردویش منسوخ شده باشه. برای از این مثال در حدیث عایشه رضی الله عنها می فرماید که طفل یک شیر یک زن بخوره بچوشه، اگر 10 مرتبه بچوشه، 10 مرتبه ایمانه که دقل کمی سینه مادر را کش میکنه از امو زنه، 10 مرتبه کش کنه، اینجا حرمت رضایی چی میشه؟ ثابت میشه. در اول امی در قرآن کریم آیت بود که کسی طفلی که 10 مرتبه از سینه یک زن بچوشه، اینالی او حرمت رضاعت در بینشان چی میشه؟ پیدا میشه. پسان این توسط 5 کش کردن چی شد؟ منسوخ شد. پس همو 10 مرتبه کش کردن ام لفظش منسوخ است بگوی، ام حکمش منسوخ است. خو لیکن 5 مرتبه کش کردن این لفظش منسوخ است، حکمش باقی است. از او خاطر
مسلک احناف نه، مسلک دیگه کلی جمهوری اکثریت علمایی است که طفل تا وقتی که 5 کش کردن از سینه یک زن نکرده باشه حرمت رضاعت ثابت نمیشه. پس حکمش باقی است و لفظش منسوخ است. او مثالی که چی باشه لفظش چی منسوخ نباشه حکمش منسوخ باشه، لفظش منسوخ نباشه حکمش مثل مناجات کردن با پیغمبر علیه السلام. کسی که مجلس با پیغمبر میکرد الله اول گفت که بعد شما چی بده؟ صدقه بده. چی بده؟ تا که صدقه نداده باشه در مجلس پیغمبر رفته نمیتونه. امو بود که الله پس او را چی کرد؟ منسوخ کرد. لفظ باقی است لیکن حکمش باقی است نیست. این 3 قسم نسخه وجود داره. در اینجا اولین نسخه در مسئله قبله آمد. یهود اعتراض کرد، الله جواب میده. الله جواب اینطور میده که ما یک حکم یا لفظش دور نمیکنیم یا حکم دور نمیکنیم یا اردو را دور نمیکنیم مگر در عوضش از او که در خواب در ثواب و در عمل و در موافقت مصلحت میاریم یا برابری از او میاریم، یا برابری از او در ثواب یا در عمل یا در موافقت مصلحت یک حکم میاریم، یا است که بیخی از دل میکشیم هیچ نمیاریم، یا است که حکم یک آیت یا حکم لفظ آیت یا حکم آیت در تاخیر مندازیم یعنی منسوخ نمیسازیم. چیسته؟ حتما در عوضش الله میگه ما اینی کار میکنیم و این کار کرده نیست. چرا؟ این مفهوم ازیره نداره که نعوذ بالله الله نو فهمید. الله از وقت فهمیده که اینی حکم تا اینی وقت دوام میکنه. شرایط نسخه است که همیشه نسخه در اوامر و نواهی میه، در اخبار نمیه، یا بله نسخه در او اخباری که در ضمنش امر و نهی باشه درش آمده میتونه. در اخبار در آن چیزی که صفت الله آمده نمیتونه نسخه. و دیگه است که نسخه حتما توسط نص ثابت شده باشه که خودی پیغمبر گفته باشه که اینی منسوخ است، یا صحابی نقل کرده باشه که اینی منسوخ است، یا است که نگفته خدا بین دو حکم تضاد پیدا میشه. چی میشه؟ و یکیش جمع در بینشان امکان نداره، تاریخشان معلوم است که یکی تاریخ سابقه داره و دیگه تاریخ آینده داره، اونو وقت باز به حکم به نسخ میشه. این نسخه اینی شرطا داره. این تو نیست که هر کس بگوی مثل که حالی شما مولوی سیبار در مساجد میگه که میگه رفع الیدین چی میگه؟ منسوخ شده. چرا منسوخ شده؟ کی گفته منسوخ شده؟ از کجا پیدا شد که منسوخ شده؟ و خب منسوخ در وقتی میشه که جمع ممکن نباشه. اینجا جمع ممکن است، ام رفع الیدین کو ام نکو. نماز سر اردو چی میشه؟ میشه. ای چرا میگی که منسوخ است؟ به خاطر از اینکه میگه عملی تو را چی کنه؟ از بین ببره. از این خاطر یا میگه منسوخ. نه، منسوخ برای خود شرایط داره. الله در اینجا جواب میده. کسی که در نسخ اعتراض میکنه سری دو صفت الله اعتراض میکنه، یکی سری صفت قدرت الله، یکی سری صفت علم الله. چرا؟ وقتی که میگی که من نسخ باید نبیه معنایش ایسته که الله تبارک و تعالی قدرت نداره که یک حکم دور کنه و دیگه یک حکم جابجا کنه در عوضش. از این خاطر انتقاد سری صفت الله است. دوم، کسی که میگه نسخه نیست، چرا؟ اگر نسخه شوه نعوذ بالله معلوم شد که حکم برش معلوم نبوده، پس اعتراض بالای صفت کیست؟ علم الله. اوی اعتراضا شده نمیتونه. پس اصل یک در اینجا یک تفکیک دیگه در بین انسا آمد اینجا و نسخ آمد و یک گپی دیگه به نام بدا یاد میکنه. بدا بی دال الف همزه در پشت سرش باشه. نسخ هم در قرآن آمده و انسام آمده. انسان تاخیر انداختن یک حکم که الله فرمانش روان نمیکنه که باقی میگذاره یا از بین میبره، و یک انسان به معنای فراموش کردن که الله تبارک و تعالی از قلب پیغمبر هم لفظ هم حکم مکمل بگیره بیخی فراموش شود. این کار الله بگه میتونه و میکنه. یکی بداست، بدایی را میگه که پیش به الله مصلحت یک چیز معلوم نباشه بگه پسان باز برش معلوم شد که این گپ ما خطا کردیم. نعوذ بالله. کسی که عقیده به بدا داره او چی مشرک است یا مؤمن؟ مشرک است. چرا که به صفت علم الله عقیده نداره. ما میگیم الله در ازل عالم است یا نه؟ هر چیزی که در آینده واقع میشه الله در ازل عالم بوده، سری وقوعش سری همه گپاش. و این تو نیست که الله از اول نمیدانست پسان
بگوید دانست. این گپ غلط است، نادرست است. ما ننسخ من آیت، ما دور نمی کنیم، زائل نمی کنیم یک آیت، لفظش یا حکمش یا اردویش، او ننسها یا پسان نمی سازیم حکم یک آیت، او ننسها یا فراموش نمی سازیم. نأتی بخیر منها، آوردن میکنیم به بهتر منها زمی آیت، ده ثواب ده عمل ده یکی موافق مصلحت می باشه، او مثلها یا به مثل آیت سابقه ده ثواب ده عمل می باشه یا موافق مصلحت می باشه. الم تعلم، آیا تو نمیدانی مخاطب سری نسخه اعتراض کسی میکنه که او عقیده به قدرت الله نداره؟ تو نمیدانی که ان الله علی کل شیء قدیر، الله بالای تمام چیزا قدرت داره؟ یک لفظ تبدیل میکنه در جایش دیگه لفظ میاره، یا لفظ تبدیل میکنه لیکن حکم باقی میمانه، یا حکم از بین میبره لفظ باقی میگذاره. الم تعلم، آیا تو نمیدانی مخاطب ان الله، که یقینا الله تبارک و تعالی له ملک السماوات، در اختیار عزیز تصرفات پادشاهی آسمان ها و زمین، پس در احکام خود هم تصرفات کرده میتونه. و ما لکم، نیست برای شما من دون الله، بغیر از الله تبارک و تعالی، من ولی کسی مالک نفع و ضرر، ولی اینجا متصرف میگه، ولا نصیر، نه امداد کننده یا نصیر حفاظت کننده، کسی که تو را نگاه کنه و امدادی بکنه غیر از الله دیگه کس پیدا نمیشه. ام تريدون ان تسالوا رسولکم، این خطاب به مشرکین عرب است یا است که خطاب به صحابه کرام است؟ هر دو قول درست است. یا خطاب به یهود است. یهودا در زمان خود بالای موسی علیه السلام سوالای بی مورد و بیجا را میکردن، در زمان پیغمبرم شروع کردن سوالای بی مورد از پیغمبر علیه السلام. الله برش میگه که شما اراده داره که توری سوالا بکنه، اما سوالای بی مورد و بی مفهوم که از موسی علیه السلام کرده بوده این سوالا را نکنه. یکی یا ایسته که ادب میده به صحابه کرام که ای صحابه، عمر پیغمبر قیمتی، مجلس پیغمبر قیمتی، سخنان پیغمبر قیمتی، یادتان باشه که وقت چیزای بی مفهوم صرف نکنه، خصوصا از پیغمبر علیه السلام. یا ایسته که خطاب برای مشرکین مکه است، چی بهانه جویی را شروع کرده، سوالای بی مورد شروع کرده به خاطر ازی که ایمان نمیاره. اگر پشت حق طلبی و حق جویی بگرده، خو اینه نشانه های صداقت پیغمبر مکمل واضح بیان شده. دیگه چی حالی شلسته که اینی را این ترکو اینی را این ترکو؟ پیغمبر خو الله نیست که هر چیز تو میگی در اختیارش باشه، امو مطابق خواهشات و خواسته های شما صورت بگیره. این درس عظیم به ما میده. در این روزا همینطور سوالات در این وطن ما زیاد شده. زنگ میزنه سلام علیکم، مولوی صاحب نکاح آدم علیه السلام کی بسته کرده بود؟ دیگه میگه جنازه آدم علیه السلام کی خوانده بود؟ مولوی صاحب اول بچه و دختری آدم علیه السلام که در بین خود ازدواج کرد کی بودن؟ باز دیگه چی میگه؟ حوا علیه السلام چند سال عمر داشت؟ دیگهش میگه قربانی که قابل کرده بود او را گوشتش کی خورد؟ باز میگه این قربانی در کدام منطقه باز قربانی کرد؟ باز زنگ میزنه کشتی نوح علیه السلام چند متر طول داشت؟ باز زنگ میزنه مادری موسی علیه السلام چی نام داشت؟ او برادر، تو را در مادری موسی علیه السلام چی؟ تو را در نکاح آدم علیه السلام چی؟ تو از این سوال کو که مولوی صاحب لا اله الا الله را خوانده معنایش نمیفهم، امیر برام بگو. من خو مؤمن هستم، این را برام بگو که ایمانم کی از بین میره، نواقض ایمان بفهمم که من مبادا نعوذ بالله ایمانم از بین بره. بگویا که مولوی صاحب توحید چند قسم است و کی نعوذ بالله انسان در شرک واقع میشه. مولوی صاحب نماز خواندم یعنی طور گپ آمد، آیا نمازم میشه یا نه؟ کیفیت نماز چطور است؟ این مردم کلمه طیبه را یاد نداره. او سوال از بگوی جهان کائنات چی میکنه؟ یکی دیگهش از من چی سوال کرده؟ تو باش خوب سوال کرده بود. مولوی صاحب همی آسمان اول از چی ساخته شده؟ تو من خب بالا نرفته تالی را دعا کن که یک وقت بالا برم باز اول برات میارم که از چی ساخته شده. و هم بیچاره خجالت کشید.